یک جوان تاجیک از تاجیکستان به من تماس کشید، گفت من در روسیه کارم. جوان خدا ترس، یک دعا در حق احمد فیروز هم بکن که تو ترس داری، خوش به سعادتت، من دست تو را ببوس. زنان روس، دختران روس برهنه هستن، پاهایشون برهنه است، شانه هایشون برهنه است. و من نشان بده که امی چشم من به حرام نخورد، به همین دخترای روس. السلام علیکم برادران و خواهران عزیز. اکنون شرکت مهاجر تور برای دریافت ویزا کردن به همه دولت‌های اروپا پیشنهاد نموده است. هر کسی که برای کار به شهرهای اروپا رفتنی باشد و رقم‌های روی اکران بوده به واتساپشان یا تلگرامشان مراجعه نماید، چون که این برادرها حاضر در عربستان هستند. و یک چیز دیگر نگفته نماند، شخصانی که نیت سفر به حج عمره را دارند و با نرخ‌های خیلی هم ارزان، خورد و خوراک و جای خواب و رفتن و آمدن، باز تماشای مکه و مدینه همش حساب شرکت است. خودی حاضر مراجعه نمایید. نرخ‌هایی که میگویند تنها برای عبونت‌شوی ما روی فردا است. از نام کانال ما مراجعه نمایید. الله مهربان حاجتان را قبول کند. یک جوان تاجیک از تاجیکستان به من تماس کشید، گفت من در روسیه کار میکنم. تقوا را ببینید، ترس الله را ببینید. گفت من در جای کار میکنم بین راه است، تمام روز زنان روس، دختران روس برهنه هستن، پاهایشون برهنه است، شانه هایشون برهنه، از پیش روی متر میشه. هر وقتی که از جلوی روی متر میشه من سر خود پایین میاندازم، پیش من میاین سودا خریدن، من سر من پایین میاندازم، من منت میکنن. جناب مولانا یگام را به من نشان بدی که همین چشم من به حرام نخورم، از الله میترسم. جوانی که تو ترس داری، خوش به سعادتت، من دست تو را ببوس. جوانی که تو تا این صفحه نشستی و از الله میترسی، من از الله میترسم، در روسیه زندگی میکنم، میگه یکم راه به من نشان بده که همین چشم من به حرام نخورد، به همین دخترای روس چشم ما اصابت نکنه، از الله میترسم. آیا خدا من مؤاخذه نمیکنه؟ من به دخترها سودا میفروشم، من خدا مؤاخذه نمیکنه؟ من بنازم او جوانی که ترس الله به دلش است. جوانی که ترس الله به دلت است، یک خاصه این برادر کوچک دون از شما داره. ای جوان خدا ترس، یک دعا در حق احمد فیروز هم بکن که الله مرا هم از خودش بترسانه. چیزی که من کمبود دارم ترس الله است. ولی من خاف مقام ربه جنتان. امروز ترس را که دشمنان اسلام از جوان دارد، از پیرمردان ندارد، چون انرژی جوان قوی‌تر هست، نیروی جوان قوی‌تر هست. اگر در جامعه جوان کمر خود را بسته کرد، من دیروز در جای گفتم که اگر یک جوان با هدف شد، اگر یک جوان معرفت الله پیدا کرد، اگر یک جوان قدم مثبت به سمت دین الله برداشت، او یک جامعه را به سمت الله میکشاند. لهجه مردی که دارد بوی دوست، مولانا میگه لهجه مردی که دارد بوی دوست، عالم را میکشد تا کوی دوست. واقعا اگر جوان بیدار شد و از درون آباد شد و از درون احیا و زنده شد، او وقت این جوان در حقیقت طوفان به همراه خود دارد، دگرگونی به همراه خود دارد. اونهایی که در اطراف پیرامون رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم جمع بودن، همه جوان بودن، همه جوان بودن. پس چی زیبا هست که همین جماعی که اینجا هستن. به یک تعریفی که یک وقت کرده بودم، یادتان هست، من گفته بودم که پیر اونیست که سر و صورتش موی سفید شده باشه. پیر آن نیست که بر سر زند موی سفید. هر جوانی که بر دل خود عشق نداره پیر هست. اونهایی که محبت الله در وجودش است، مثل همون ابو ایوب انصاری 80 سال سنش است.
80 سال سنش رسیده است. بعد از وفات رسول صلی الله علیه و سلم لشکر آماده شد برای فتح قسطنطنیه. در میان لشکر از دور پیرمرد خمیده دیده می شود. امیر لشکر نزدیکتر و نزدیکتر می شود ببیند که چی کسی استاد است در صف مجاهدین اسلام، در صف جوانان. می بیند که ابو ایوب انصاری است. برش گفتن تو خیلی خدمات کردی، تو خیلی خدمت به اسلام کردی، الان دیگر وقت تو نیست، پیر شدی، به اصطلاح امروز تقاعد بکن، برو بنشین. ابو ایوب انصاری اشکها از چشمش سرازیر می شود، می گوید من دوست دارم در آن لشکر از مجاهدین اشتراک بکنم که رسول خدا بشارت بهشت داده است. من دوست دارم شهید در راه الله بشم. امروز جوانان هستند که در فلسطین در خط مقدم می جنگند. من داستان یک جوان فلسطینی را انشاءالله در لابلای صحبت می کنم. بسیار جالب است واقعا، اگر دل باشد تبخیر می کنه. کدام اعمال سبب دخول بهشت می شود؟ چقدر این شیرین است. سوال در ذهن شما هم هست، این سوال باید جواب داده شود. شاید هر فرد شما یک سوال در ذهنتان باشه که چی میشد که خدا مشخص میکرد در دنیا بهشتیان را و دوزخیان را. گاهی وقت این سوال در ذهن ما پیدا میشود، ای کاش میدانستیم اهل بهشتیم، خدا نکند که اهل جهنم باشیم. پناه بر خدا که یک مسلمان را به سمت جهنم کشانیده شد. چقدر سخت است. آتش دنیا را کدام وقت تجربه کرده باشی؟ کدام وقت نوک دستت یا انگشتت به آتش دنیا رسیده باشد؟ شوخی است. واقعا بعضی ها شوخی فکر میکنه. سوال در ذهن ما هست که ای کاش میدانستیم، ای کاش مشخص میشد بهشتی چه کسی است، دوزخی چه کسی است. همین سوال را از امام مالک رحمت الله علیه کسی میکند در وقت حیاتش. از امام مالک امام مدینه کسی میپرسد ای کاش میدانستم که من از اهل بهشتم یا اهل جهنم. ای کاش مشخص میبود بهشتیان چه کسانی بودن، جهنمی ها چه کسانی بودن. امام مالک فرمود قرآن نخواندی؟ و جوان گفت خواندی. گفت خدا این را مشخص کرده در قرآن. گفت من ندیدم. در کجای قرآن است که بهشتی مشخص باشد جهنمی مشخص؟ فرمود سوره انفطار را نخواندی؟ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. این کی میگه؟ الله. بلندتر؟ الله میگه جل جلاله. ان الابرار، یقینا بدون شک نیکوکاران، اونهایی که تقوای الهی دارن، اونهایی که در خلوت و در جلوه در آشکار و نهان از الله ترس دارن و میترسن، لفی نعیم در بهشتن. الله مشخص کرده. اعمال بهشتیان مشخص است. آلا براتون انشالله یک شماره بار براتون میگم. و ان الفجار لفی جحیم. فاجران، فاسقان، دزدان، شرابیان، مشرکان، کافران اگر توبه نکنن لفی جحیم، در جهنم هستند. مشخص نشد؟ مشخص شد که بهشتی چه کسی است، دوزخی چه کسی است. پس حالا قضاوت به دست ما. الله دو راه را نشان داده، فهدیناه النجدین، در بین دو راه، سر دو راه ما را قرار داده. هر راه را که خودت انتخاب میکنی. فالهمها فجورها و تقواها. دو راه پیشکش ما هست، مسیر شیطان، مسیر رحمان. کدام راه را تو انتخاب میکنی؟
خدایا ما را به راه خودت بکشان. وقتی به نماز اگر کمک بیداری باشد، کم دل بیدار باشد، 32 مرتبه هر روز میگی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو تا جمله توجه کرده، ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدای خاص تو را عبادت میکنیم و خاص از تو کمک میطلبیم. بعدش میگه اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به راه مستقیم هدایت بکن. این رو هر روز میخوانیم، چرا عمل راه مستقیم را انجام نمیده؟ این را هر روز میخوانیم ولی چرا توجه نمی کنیم که راه مستقیم کدام راه است؟ جناب مولانا من راه مستقیم میخواهم. خیلی ها تماس میکشن پی هم به من، 3 هفته شده مسلسلا به من تماس میکشن که ما میریم به جهاد فلسطین. اینقدر جوانا من افتخار میکنم بنازم او جوانه که این محبت جهاد و شهادت در دلش است. این جای تمجید و تحسین است، ولی از جوان خواسته من دارم. جوان عزیز، با گناه چی کار میکنی؟ با شیطانی که در افغانستان با تو نبرد دارد، با نفسی که در همین داخل کشور با تو نبرد دارد، آیا آماده جهاد با نفس خود را گرفتی؟ برای تکبیر! به رب کعبه قسم اگر امروز جوان در افغانستان آماده نبرد با نفس خود باشد، نفس خود را سرکوب بکند و نفس خود را مغلوب قرار بدهد و شیطان را مغلوب قرار بدهد، این را بدانید که اسرائیل خود به خود نابود می شود. خب ما این نفس ما را مغلوب قرار داده، نفس ما را شکست داده.